یه اقلیتی ماجراجو میخواد کشور را داخل جنگ کنه. بس سر اینی که من نمیخوام ایشون، نه بس سر کشورمه. آقا کشورم را دارید وارد جنگ میکنید. مصلحت ما اینه که تا روز قیامت بگیم مرگ بر آمریکا و فلان اینها. هر که میخواد بره شهید بشه کشور وارد جنگ نکنه، خودش بره و وسط بهشت مال خودش. من اصلا نمیخوام. باید نظر اکثریت داشته باشید. اگر 70% مردم رأی مخالف ندادن، من حلق‌آویز میکنم خودم. نماینده مردم تهران 2% واجدین شرایط رأی آورده، نفر اولش 5%. باید درس میگرفتید و درس میگرفتن چجوری مردم بیان بکنن. میزان بنا نبوده رأی ملت باشه. میگه اینجور نگفتید، ملت را دور انداختید و حالا براشون میگیم ما میگیم اینجوری بکنید. چیکار هستی؟ هر کس میخواد خوشش بیاد، هر کس میخواد بدش بیاد. مظلوم ترین ملت همه دنیا ملت خودم مورد ظلم قرار گرفته که 15% تو انتخابات شرکت میکنه. من دغدغه اولم همین نزدیکاست، همین جاست.